امروز قراره درباره یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم که همه باهاش روبرو هستیم، به خصوص ما زن‌ها که چالش‌های خاص خودمون رو داریم، چه در ایران باشیم چه در کانادا. میخوام تو این قسمت از سری اپیزودهای زنان سرزمین پارس و زنان سرزمین برف و افرا نگاهی بندازم به تفاوت‌ها و شباهت‌های شرایط زنان در ایران و کانادا از نظر مشکلات و دسترسی به درمان روانشناسی و مراجعه به روان‌درمانگر. شما صدای الهام نجفی رو میشنوید، کوچ و دوستی که همسفر مسیر موفقیت و توسعه فردی و شغلی شماست. و در این قسمت می‌خوایم در مورد نشستن روی مبل قرمز روانشناسی صحبت کنیم. اول از همه بیایید درباره تابوها صحبت کنیم. متأسفانه در هر دو کشور ایران و کانادا مشکلات روانی با نوعی شرم و خجالت همراه هستند. اما در ایران این تابو خیلی قوی‌تره. به ویژه وقتی صحبت از مراجعه به روانشناس میشه. بسیاری از زنان ایرانی فکر می‌کنند که مراجعه به روانشناس ممکنه به معنی ضعف باشه یا حتی خلاف انتظارات اجتماعی و خانوادگیشون باشه. جالبه بدونید که فقط حدود 2 تا 3% از مردم ایران برای درمان‌های روانشناسی اقدام می‌کنند که این آمار خیلی پایین‌تر از کشوری مثل کاناداست. این در حالیه که طبق آمار سال 2021 در دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از 25% از زنان ایرانی حداقل یک نوع اختلال روانی رو در طول زندگی تجربه کردن. به نظر میرسه انتظارات اجتماعی و نقش‌های جنسیتی از مهمترین عواملی هستند که باعث میشه زنان ایرانی کمتر به روانشناس مراجعه کنند. زنها معمولاً مجبورن که نیازهای خانواده و دیگران رو در اولویت قرار بدن و همین باعث میشه که مشکلات روانی خودشون رو کنار بذارن. علاوه بر این دسترسی به متخصصین روانشناسی هم در ایران محدودتره. در حال حاضر به ازای جمعیت 80 میلیونی ایران حدود 3000 روانشناس داریم که این تعداد خیلی کمتر از نیاز واقعی جامعه است. اما حالا که محدودیت‌ها رو گفتم، بذارید از شانسی که ما زنان در ایران داریم هم بگم و اون این که در ایران خیلی از زنان برای کمک گرفتن به دوستان یا خانواده رجوع می‌کنن. این نوع حمایت خیلی میتونه مفید باشه، گرچه در اغلب موارد کافی یا جایگزین روانشناس نیست. در کانادا هم حدود 20% از کانادایی‌ها هر سال با مشکلات سلامت روان مواجه هستند و زنان به طور کلی بیشتر از مردان به دنبال درمان میرن. اما اینجا هم بدون مشکل نیست. تو کانادا حتی با وجود دسترسی بیشتر به روانشناسان همچنان زمانهای انتظار طولانی برای خدمات درمانی رایگان و دولتی وجود داره. درمانهای خصوصی هم که گرون هستن و این میتونه برای بسیاری از زنان به ویژه اونهایی که پوشش بیمه‌ای ندارن چالش برانگیز باشه. زنان عموما به دلایل مختلفی به روانشناسا یا روانپزشکا مراجعه میکنن. من اینجا مهمترین دلایل زنان در کانادا رو بیان میکنم و شما میتونید برداشت کلی خودتون رو داشته باشید. و اگه هر کدوم از این موارد رو در خودتون دیدید، لطفاً به خودتون کمک کنید. افسردگی، اضطراب، استرس شغلی و خانوادگی، ضربه‌های روانی و تروما، مشکلات در روابط فردی و اجتماعی، اختلالات خوردن، اختلالات خلقی دوران بارداری و پس از زایمان و مشکلات هویت و تغییرات در مراحل مختلف زندگی از جمله مهمترین مواردی هستند که زنان کانادایی رو راهی اتاق درمان می‌کنند. حالا که درباره اهمیت درمان‌های روانشناسی و از دسترسی‌ها و محدودیت‌های زنان در ایران و کانادا صحبت کردیم، بیایید چند راهکار عملی رو با هم مرور کنیم. اولین قدم اینه که بفهمیم چه احساسی داریم. اضطراب، غم، شادی. اگه در ایران زندگی می‌کنید و فکر می‌کنید مراجعه به روانشناس سخته، میتونید از خانواده یا دوستان نزدیک کمک بگیرید. پلتفرم‌های مشاوره آنلاین میتونن گزینه خوبی باشن. اگه تو ایران زندگی می‌کنید، از پلتفرم‌های دولتی و رایگانی مثل پویش یا مشاوره تلفنی 1480 یا حتی پلتفرم‌های خصوصی و پولی مثل کارا یا مشوا استفاده کنید. یا اگه تو کانادا زندگی می‌کنید، پلتفرم‌های رایگان و دولتی مثل Kids Help Phone، Crisis Text Line یا پلتفرم‌های خصوصی و پولی مثل BetterHelp یا Talkspace میتونن به شما کمک کنند. و البته اگه دنبال روانشناس معتبر فارسی زبان تو کانادا میگردید هم پلتفرمی مثل درون میتونه برای شما مفید باشه. اما تحقیق در مورد اعتبار پلتفرم‌هایی که اینجا آورده شد و انتخاب بهترین برای شما به عهده خودتون. بیایید با هم صحبت درباره سلامت روان رو عادی کنیم. هرچی بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم، کمتر احساس شرم می‌کنیم. همه اینها رو گفتم که یادآوری کرده باشم. سلامت روان ما زن‌ها اهمیت زیادی داره و مراجعه به روانشناس میتونه به ما کمک کنه تا زندگی بهتری داشته باشیم. و مهمترین نکته این که شما تنها نیستید. برای خودتون وقت بذارید و هر روز یک قدم برای بهتر شدن بردارید.